و ذخیره ام گیاهای خوشبوی بود که در داخل کفن انداختند. مرا از این دنیا راندند، وای بر من، وای بر من. چگونه دهشتناک است برآمدن بیز. 4 نفر مرا در کتف خود برای آخرت می بردند و دیگران در قفا. مرا نزد محراب ماندند و خود رفتند. امام جنازه را خواند، نمازی که در آن رکوع و سجده نیست. مرا آهسته به درون قبرم فراوردند. یکی از آنها مرا به قبرم نهاد و رویم را کشاد و از چشمانش اشک جاری شد که ریش‌هایش تر شد. خاک را بالایم پاشیدند. دهشت مرا فرا گرفت که چی در پیش مرا انتظار است. در پیش منکر و نکیر چی میگویم؟ ترس فراگیرم شد. لحظه ای که آنها را فکر کردم، مرا شناندند و سوال و جواب را آغاز کردند. نیست غیر تو ای الله کسی دیگر و کسی غیر تو نیست که مرا نجات بخشد. رحم کن از رحمتت مرا و امید ببخش. در حقیقت در گناه غرق شده‌ام و در حقیقت غلام گناهانم گردیدم. نزدیکانم مال و ملک مرا به هم تقسیم کردند، اما گناهانم با وزنینی‌هایش با من بماند. همسرم دیگری را به خود شوهر کرد و مال و ملک خانه‌ام را به اختیارش گذاشت و فرزند مرا به خود خدمتگزار گرداند. اموال من برایشان به آسانی میراث ماند. تو را این زندگانی دنیا فریب نکند. زندگانی این دنیا جز بازی و بیهودگی چیزی دیگر نیست که دلها با آن سرگرم می شوند و بدنها با آن بازی می کنند، به سببی که در آن زیب و زینتها و شهوتها آراسته شده است. بعد از آن زود از بین می رود. با آنان نگر که بعد تو باقی ماندند و مال دنیا را جمع کردند. آنها نیز این دنیا را به یک کفن عوض می کنند. با آنچه که امروز داری شکرگزار باش، حتی اگر غیر سلامتی بدن چیزی دیگری نیست. ای کارنده تخمهای نیک، تو حاصل نیک به دست می آری. وای بر آنانی که تخم بدی می کارند. تو در غم و اندوه باقی می مانی. ای جانی من، ای جسمی من، ای جسم من، نافرمانی را بس کن، عملی نیک کن. تا که الله رحم کند. ای جان، وای بر تو ایمان بیار، شاید بعد مرگت پاداش نیک را سزاوار شوی. و درود و سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم و شکر و ثنای به پایان الله تعالی را هر صبح و شام ما را رزق و روزی و رحمت و بخشایش عطا می کند.
به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. ای جانی من، ای جسمی. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه های ما، هر یک شما را خوش آمدید میگویم. امروز روز شنبه است و چون همیشگی همین وقت ساعت 18 با وقت اروپا و ساعت 20 با وقت مسکو ما برنامه دانش و سنجش را آغاز میکنیم و این لحظه ها برنامه ما مستقیما پیشکش شما می شود. هر جایی که شما هستید، هر جایی که شما تماشا میکنید، ما را در افیر مستقیم تماشا میکنید و ما در شبکه خردککی دانش و سنجش امروز قرار داریم. چون که شما میدونید، چون که شما میبینید، نه اونقدر تماشابین زیاد داریم عین حال، اما الحمدلله آنهایی که همیشگی با ما هستند، آنهایی که همیشگی انتظاری برنامه های ما هستند، این لحظه به شبکه ما آبونه شدن، پیوست شدن و شما خواهش میکردم که زیر نوار لایک مانید و نوار را به دیگران فرستید تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما امروز اشتراک کنند. و برنامه امروزه ما درباره بهشت و درباره دوزخ از استفاده آیات های قرآن کریم و ترجمه معنای آن. و امروز می خواستم باز یک یادرسی دیگر کنم. یعنی در هر برنامه دانش و سنجش ما تنها به همدیگر از آن که همدیگر را دوست می داریم یادرسی می شویم. از این خاطر حتی در چند سوره های قرآن کریم نیز آمده. در سوره حجرات الله تعالی می فرماید همانا مؤمنان با هم برادرند. سوره حجرات آیت 10. و یا یک حدیث دیگری از باقی نکاکاران برایتان میخوانم و بعدا انشالله آغاز میکنیم. شما گیم پین را من پایان نوشته کردم، میتوانید داخل شوید به برنامه. از ابو رقیه تمیم ابن افس داری الله از او راضی باشد روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود دین عبارت از نصیحت و خیراندیشی است. گفتند برای چی کسی؟ برای کی یعنی؟ فرمود برای الله و برای کتابش و برای رسولش و برای رهبران مسلمان ها و برای همه مسلمین. و یا در جای دیگر از جریر ابن عبدالله الله از وی راضی باشد روایت است که گفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ادای نماز و دادن زکات و نصیحتی هر مسلمان بیعت نمودم. یا اینکه در روایت دیگر آمده است انس الله از وی راضی باشد روایت کرده که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی از شما مؤمن شمرده نمی شود تا اینکه دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را که برای خیش دوست دارد. یعنی که هر آنچه که شما برای خودتان دوست می دارید برای برادرتان نیز دوست دارید. و اگر شما می خواهید امروز در برنامه ما اشتراک کنید و دوست دارید که در این برنامه اشتراک کنید، برای برادر خودتان نیز دوست دارید را و روان کنید تا که آنها نیز در برنامه ما امروز اشتراک کنند و ما و شما توانیم شوق ور بازی را یک جای با شما دوام دهیم. اینک
ماشاءالله میبینم که 12 نفر علاقه داخل به برنامه ما شدند و من اکران را نشان میدم به شما. خیلی خوب. 562 97 35 562 97 35. هر یکی شما رو خوش آمدید میگم. موضوع امروزه ما به نهایت موضوع عادی و آسان، ما و شما یادآوری میکنیم به هم دیگر هر آن چیزی که در کتاب الله نوشته شده است و من ترجمه معنای آن را عیناً از کتاب برای شما میخوانم تا که یادرسی به ما و به شما شود. خوش آمدید. میبینم که 12 نفر این لحظه ها در داخلی برنامه ما هستید. زیادتر شویم تا که برنامه شوق آور شود. من نمیدونم که چند نفر ما رو تماشا میکند این لحظه ها. به هر حال خیلی خوب. زیر نوار لایک مانید و نوار رو به دیگران نیز فرستید. خوب میشد که اگر ما این رو در صاحبشیسته های یوتیوبی، آنهایی که شبکه های بسیار هزار نفره دارند تقسیم کنند تا که تماشابین زیادتر شود. من کوشش کردم در شبکه قرآن دستور عملی انسان نیز پخش مستقیم را برگزار کنم، اما بعضی به فکرم مشکلی های تکنیکی هست. از این خاطر همه شما آنهایی که در شبکه قرآن دستور عملی انسان این لحظه ها تماشا میکنید ما را، به شبکه دانش و سنجش داخل شوید. یعنی برنامه در شبکه دانش و سنجش است. مرحمت، اینجا که آمدید حتما میتوانید در برنامه اشتراک کنید. خیلی خوب. خب این لحظه ها خیلی خوب. امیدوارم که صدا همش خوب شنیده می شود و آنهایی که در شبکه قرآن دستور عملی انسان ما رو تماشا میکنید، من چت را آنجا نمیخوانم، تنها چتی شبکه دانش و سنجش را میخوانم. از این خاطر به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید، آبونه شوید و افیری مستقیم در آنجا است. یعنی در شبکه قرآن دستور عملی انسان تنها یک نسخه یعنی همین برنامه است. از این خاطر همه شما رو خواهش میکردم که به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید، نه اینکه در شبکه قرآن دستور عملی انسان، چون آنجا شما نمیتوانید، شاید کمی حتی افیر در آنجا سستر می رود، یعنی دیرتر می رود. از این خاطر به شبکه دانش و سنجش آبونه شوید و اینجا پیوست شوید. خب آنهایی که در قرآن دستور عملی انسان ما رو تماشا میکنید، من در ثواب شست و شبکه یوتیوبی رو ماندم، دانش و سنجش رو، شما از آنجا ایستاده پیوست شوید، چون من میبینم که اکثریت از قرآن دستور عملی انسان ما رو تماشا دارند. و خوش آمدید. قسمت اول را آغاز میکنیم و از مدیراتور خواهش میکردم که در چت قرآن دستور عملی انسان نوشته کنید تا وسیلکه دانش و سنجش را در چت قرآن دستور عملی انسان فرستید تا که آنها نیز، آنهایی که در قرآن دستور عملی انسان ما را تماشا میکنند، توانند به دانش و سنجش پیوست شوند. الله پاداش نیکتان دهد. و بسم الله آغاز میکنیم قسمت اولی برنامه را. چت را نیز در دانش و سنجش نوشته کنید. بسم الله. دانش و سنجش و قسمت اولی برنامه ما. محمد صلی الله علیه و سلم جبرئیل را در کجا باز دید؟ موافق به سوره 53 آیت 13 نزد درختی
سدرة المنتها نزدی درختی خرمای زمینی نزدی خانه بابایش در بازار کدامش درست است؟ محمد صلی الله علیه و سلم جبرائیل را در کجا بازدید؟ موافق به سوره النجم آیت 13. و 30 ثانیه وقت داریم. جوابهای شما خیلی خوب. 5 نفر جوابی درست گفتید. بله، در نزد درختی سدرة المنتها. انا همین جوابی درست بود. در سوره النجم آیت 13 چنین آمده است: و براستی محمد صلی الله علیه و سلم جبرائیل را به صورت حقیقیش باری دیگر دیده بود در نزدی سدرة المنتها. و خب بیایید اکنون میبینیم که ها در قسمت اولی برنامه ما به سوال اول جوابهای درست گفتند. رومیسا، سلمان، موحید، عبدالرحمن و امین، آنهایی که در جایهای نمایان هستید، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب. سوال 2: در نزدیکی سدرة المنتها چی قرار دارد؟ جنت المأوا، رودی بزرگ، کوهی پر از قله ها، بیابان. در نزدیکی سدرة المنتها چی قرار دارد؟ موافقه ان همین سوره نجم آیتی دوامش 14 و 15. چی هستن همین سدرة المنتها؟ چون با نام عینی خودش آمده است در آیت قرآن. بله، جنت المأوا. و 7 نفر جوابهای درست گفتند. اکنون بیایید میخوانیم من همین قسمت را. در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک باری دیگر نیز آن فرشته را به صورت کامل مشاهده کرده بود در نزد سدرة المنتها، یعنی درخت نقد در بالای آسمان هفتم که جنت المأوایی برای پرهیزگاران وعده شده نزد آن قرار دارد. یعنی نزد درختی سدرة المنتها جنت المأوایی برای پرهیزگاران وعده شده قرار دارد. الله نصیب گرداند برای هر یک مسلمانان مؤمنان، آنهایی که با ما هستید، دیدنی جنت المأوا. و کیا به پیش برآمدند بیایید میبینیم. رومیسا، سلمان، اسیه، شادیبک جابر و فاطمه، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. قوه را ببینید که 2-3 نفر خواهران ما و 2 نفر برادران ما در جاهای نمایان هستند و اکثر خواهران در جاهای نمایان هستند. و اگر مبادا شما ما رو در شبکه قرآن دستورالعمل انسان تماشا میکنید، آنجا صفحه اصلی دانش و سنجش نیست. مرحمت به شبکه دانش و سنجش آبونه شوید، چون که افیر شاید آنجا کمی دیرتر می رود. افیر مستقیم در شبکه دانش و سنجش، مرحمت اینجا بیایید و زیر چت آن نوشته کنید. با سوالی دیگر میگذاریم. آنچه در نزد الله هست از بازی و تجارت بهتر است. همین صحیح است؟ تجارت بهتر چون سرمایه دین میکند؟ صحیح نیست. در قرآن آمده است، تنها در حدیث ذکر شده است. کدامش درست است؟ آنچه در نزد الله هست از بازی و تجارت بهتر است. این صحیح است؟ سوره اگر خطا نکنم جمعه بود. اینک جواب های شما کدامش درست است؟ یک نفر گفتند که تجارت بهتر چون سرمایه دین میکند. خیلی خوب. و هر کسی که اینجا علی عمر جوابات آن درست کبود گفتید و 14 نفر جواب های درست گفتند. بله، در قرآن آمده است در سوره جمعه آیت 11. بیایید
این رو میخونیم چی هست، یعنی آخران آیت سوره جمعه. من ترجمه معنا رو این لحظه میخونم تماشابینان عزیز تا که ما و شما معلومات داشته باشیم. در سوره جمعه آیت 11 چنین آمده است: و چون تجارت یا بازی بینند بعضی از مسلمانان پراکنده می شوند و به جانب آن می روند و تو را ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بر منبر ایستاده رها کنند، بگو آنچه در نزد الله است، یعنی بگو یا ای پیامبر آنچه در نزد الله است از پاداش بزرگ است، از بازی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است. پس از او طلبی رزق و روزی کنید و با طاعت او مدد جویید از خیر دنیا و آخرت. و آنچه در نزد الله است از بازی و تجارت بهتر است. و آنهایی که روزهای جمعه در وقت نماز با تجارت مشغول هستند، چون این آیت سوره قرآن کریم نازل شده برای آنها، تجارت را یک کنار مانید و به نماز جمعه شتابید، چون پاداش بهترین انتظار از آنهایی که تجارتشان را ماندند و به شنیدن خطبه نماز جمعه رفتند، چون آیت نازل شده است و این از همه آن تجارت هایی که شما میکنید و ما میکنیم بهتر است. چون من بسیار برادران را میشناسم در اروپا نیست. در اروپا مسلمان ها کم هستند، اما آنها با کارفرمای خودشان همیشگی و صحبت در وقت نماز جمعه که آمده رسید، آنها با کارفرما پیشکی میگویند روز جمعه یا برای من استراحت میدهی، یا اینکه وقتی معین وقتی نماز جمعه من میروم نماز جمعه میخونم. و کارفرما اگر که گفت اجازت، میرود نمازش را همون روز خوانده میآید. و من اکثر برادران را میشناسم که گاهی میشود که بعضی کارفرمای سختگیر میگوید که نه ما اجازت نمیدهیم که به نماز بروی. آنها میگویند برای اگر که تو اجازت نداده باشی کارت از آن خودت کار کردن گیر، من رزقم را الله هم میدهد و من کاری دیگر مییابم. و یک بار و دو بار نه، من بارها شنیدم و من بارها به چشمان خودم دیدم که چندین نفر آنهایی که ایمان به الله آوردند با کارفرمای خودشان گفتند که نه اگر که تو اجازت ندادی روز جمعه برای عبادت من کار نمی کنم با تو. و در واقعا چون وعده الله هست، ان همون نفرها باز کارهای بهتر را پیدا می کردند با معاشهای زیادتر. و چون این سخنها برای همانهایی که ایمان آوردند، این سخنها شاید برای آنهایی که مؤمن نیستند افسانه بیش نباشد. اما اینجا که شما ما را تماشا میکنید، آنهایی که ما را تماشا میکنید، الحمدلله همه آنهایی که مؤمنان هستند و شما میفهمید، آنهایی که ایمان آوردگان هستید شما میفهمید. و الله کند که هر یکی ما قوی در اعتقاد خودمان باشیم. خب اینجا نوشتند که بله بعضی صفات بعضی جهت های تکنیکی مشکلی ها دارد، از این خاطر شما از شبکه قرآن دستورالعمل انسان به شبکه دانش و سنجش بیایید، چون که آنجا شما نمیتوانید در بازی اشتراک کنید. همه آنهایی که میخواهید در بازی اشتراک کنید به شبکه قرآن، از شبکه قرآن دستورالعمل انسان به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید. و خب ما
و سوالی دیگر میگذاریم انشالله. رومیسا در جای اول، سلمان، فاطمه، شادیبک جابیر و علی آنهایی که در جایهای نمایان هستید. خیلی خوب. سوال 4. آیا در قرآن یادرس شده که دوزخیان نماز نمیخواندند؟ نه، چنین نآمده است. تنها حدیث ها ثابت میکند. بله، فرقش نیست. آدمی خوب باشد بهشتی است. کدامش درست است؟ آیا در قرآن یادرس شده که دوزخیان نماز نمیخواندند؟ جواب های شما. علی عمر، جوابتان درست است. دنیا و آخرت، جوابتان درست است. خب 30 ثانیه وقت داشتیم و 13 نفر جواب درست گفتند. بله. 2 نفر گفتند فرقش نیست. آدمی خوب باشد بهشتی است. اما چنین نیست. هرچند آدمی خوب نباشد هم، اما ارکان اسلام را اجرا نکند، ارکان ایمان را بجا نآورد، موافقه، یعنی سخنهای ما نیست، موافقی سخنهای الله سبحانه و تعالی، به بهشت نمی درآید، هرچند که آدمی بهترین باشد. از این خاطر تماشابینان عزیز، به امید آدمی بهترین بودن نباشد. خیلی نفرهای مشرکان بهترین انسان ها هستند یا کافران بهترین انسان ها هستند، اما تا آن دمی که ایمان نآورده باشد، همان بهترین انسان هم موافق سخنهای الله سبحانه و تعالی به بهشت نمی درآید. خب بیایید اکنون میبینیم سوره رقمی 74 آیتی 42 را چی گفته شده است؟ خب چی چیزهای شما را به جهنم در آورد؟ از کافران که در حق خودشان گناه کردند. آیت قبلی از کافرانی که در حق خودشان گناه کردند. چی چیزهای شما را به جهنم در آورد؟ سوال. آیت قرآن است، معنای آن را من میخوانم. گویند گناهگاران ما در دنیا از نماز گزاران نبودیم. در دوامش و به درویشان و کمبغلان طعام نمی دادیم. در دوامش و آنان که سخنی باطل می گفتند هم آواز می شدیم. یعنی به آنهایی که سخنهایی بد می گفتند و اهل باطل بودند هم صدا می شدیم و روز قیامت را دروغ می شماریدیم تا مرگ ما فرا رسید و ما در همان گمراهی بودیم. الله نگه دارد است چنین تقدیر. الله نگه دارد از چنین تقدیر. یعنی از وقتی سرشوی انا همین آیتی 41 و 42 گفته شده است. در آیتی 43 میگویند گناهگاران میگویند آن روزی ما در دنیا از نماز گزاران نبودیم. یعنی که نماز گذاشتن، نماز خواندن به نهایت چیزی مهم برای مسلمانان بوده است. از این خاطر هر یک از ما و شما از همین لحظه، از همین حاضر که ما را شنیدید آغاز کنید. به تأخیر نگذارید که من امروز نه پگاه نماز میخونم، من فردا نماز میخونم. نه، هر کسی که چنین میکند خودش را فریب میکند. از این خاطر هر لحظه مناسب که شما دارید، ما داریم، باید توبه کنیم و همین لحظه که توبه کردیم نماز را آغاز کنیم. و خب بیایید میبینیم کیا به پیش گذاشتند، اما 13 نفر جوابهای درست گفتند در برنامه ما.
салмон ҷойи аввал, фотима, шодибек ҷобиров, муваҳид ва али онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастанд ва абдуллоҳ низ 4 зина ба боло баромадед. Шуморо табрик мекунам. онҳое ки дар шабакаи Қуръон дастурамали инсон моро тамошо мекунед, ба шабакаи дониш ва санҷиш гузаред ва ба он шабака обуна шавед, чун чат фақат дар шабакаи донишу санҷиш хонда мешавад. ва силкаашро ман фикр мекунам ки модератор дар шабакаи Қуръон дастурамали инсон партофтанд зери чат, онро зер кунед ва ба шабакаи донишу санҷиш дохил шавед. саволи 5. фарзандони муъминон дар биҳишт бо ҳам мешаванд? Савол. бале, не танҳо бо ҳурон занҳояшон мешаванду халос, ва ё намедонам. фарзандони муъминон дар биҳишт бо ҳам мешаванд бо падаронашон, яъне ки мувофиқ ба сураи хуб, ҷавобҳои шуморо ман интизор ҳастам. марҳамат навишта кунед. ва 19 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. машаалло, хеле хуб, хеле хуб. биёед акнун ҷавоби дурустро 19 нафар ҷавобҳояшон дуруст аст. ба сураи Тур нигоҳ мекунем. ояти 17 то ояти 21. хеле хуб. аксарият дар чати мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. хеле хуб. ва тамошобинони азиз, як бори дигар ман ёдрас мешавам. ана ҳамин гуфта гузаштанҳои мо, яъне шумо ҳам бозӣ мекунед, шавқовар вақтамонро мегузаронем ва ҳамчунин боз як ёдоварӣ мешавад барои мову шумо. биёед акнун тарҷумаи маънои сураи Тур дар шабакаи Қуръон дастурамали инсон ҳаст. ҳар касе агар хоҳад шумо метавонед гӯш кунед ва биёед дида мегузарем чӣ омадааст дар сураи Тур ояти 17. ҳар оина парҳезгорон дар биҳиштҳо ва нозу неъмат хоҳанд буд, хушҳол шуда ба сабаби он ки онҳоро парвардигорашон неъмат дод ва онҳоро аз азоби дӯзах нигаҳ дошт. бихӯреду бинӯшед аз таому шаробҳо хушу гуворо ба сабаби аъмоли неке ки дар дунё анҷом медодед. бар он тахтҳои канори ҳам чида такя мезананд ва хонадор кунем онҳоро бо ҳурони зебою шаҳлочашм. касоне ки худ имон оварда ва фарзандонашон дар имон пайравияшон карданд, фарзандонашонро ба онҳо дар ҷаннат бирасонем ва аз он подоши амалашон ҳеҷ кам накунем. ҳар кас дар гарави кору кирдори хештан аст ва гуноҳи касеро бар дӯши худ намегирад. яъне агар фарзандони шумо низ, фарзандони мо низ пайравони дини мубини ислом, пайравони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламу саҳобагону муъмин бошанд, иншааллоҳ онҳо низ якҷоя бо падаронашон дар ҷаннат ҳастанд. ва чаро ин мавзӯъро мо имрӯз интихоб кардем, тамошобинони азиз? чун аксар мегӯянд ки бештар мо ва шумо дар бораи дӯзах гап мезанем ва дар бораи ҷаҳаннам ва дар бораи азоб ва дар бораи тарс. албатта дар оятҳои Қуръон омада ки ҳар кас, ҳар муъмин бояд ки аз Аллоҳ битарсад. аммо ваъдаҳои биҳиштӣ бубинед ки чӣ қадар бисёр аст ва иншааллоҳ мо дар пеш боз дар ин бора бо шумо суҳбат мекунем. ва фарзандони мову шумо бояд ки бидонанд ки ҳар як аз мову шумо метавонем, яъне қодир ҳастем ки биҳишти Аллоҳ субҳанаҳу ва таълоро сазовор бошем. яъне бо амалҳо, яъне ки мо бардошт карда метавонем. барои муъминон аз он чизе ки худашон метавонанд, аз бардошташон зиёдро Аллоҳ субҳанаҳу ва таъло болои китфашон намондааст, не? яъне ки ҳар як аз мову шумо, онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доред, метавонем иншааллоҳ ба хости Аллоҳ субҳанаҳу ва таъло ба биҳишт биравем. аз ин хотир бояд ки
امری الله سبحانه و تعالی را به چون و چرا اجرا کنیم. آنچه امرها و وعده ها برای بهشت در آمدن برای ما در کتاب الله در قرآن کریم برای ما آمده است. تنها نهمان را اجرا کنید و انشاءالله که بهشت نصیبتان میگردد. و درباره چگونگی بهشت انشاءالله ما در پیش با شما باز گفته میگذاریم. و در جای اول سلمان، فاطمه، شادیبک جابیروف، موحد و رمیسه آنهایی که جاهای نمایان را سزاوار شدند. ماشاءالله خیلی خوب. و به سوالی دیگر میگذاریم. در باغ‌های بهشت درآیید. جای نقطه را پر کنید. پر نعمتی، کم میوه، گرمی، بلندی کدامش درست است؟ در باغ‌های کدامی از آن همین وریانت ها بهشت درآیید. اینک جواب‌های شما موافق سوره واقعه. بله بله، در باغ‌های پرنعمتی بهشت درآیید. خب علیشیر عظیم جوابتان درست. امین از سفر و جوابی درست گفتید. انتی منافق بله درست گفتید. علی عمر جوابتان درست است. خیلی خوب. و بیایید اکنون همین سوره واقعه ترجمه معنایش را یک جای با شما میخوانیم. در واقع به نهایت یک تکان دهنده است آیات های سوره واقعه. من به نهایت دوست می‌دارم خواندن ترجمه معنای همین سوره را. در آیت 12 آمده در بهشت های پرناز و نعمت خواهند بود. داخل می شوند به جنت گروهی از پیشینیان این امت و امتان دیگر و شماره اندکی از پس آمدگان هستند. بر تخت های گوهر نشان خواهند نشست. تکیه زده روبروی یکدیگر نشسته باشند. بر گرد آنها می گردند. برای خدمت آنها پسرانی همیشه جوان که پیر نمی شوند و نمی میرند. با قدح ها و کوزه ها و جام های از شرابی که در جنت جاری است. شرابی که از نوشیدنش سردرد نمی گردند و از هوش نمی روند. و این خادمان برای جنتی ها بیارند هر نوع میوه را که می خواهند و گوشت پرنده از هر نوعی که پسندشان باشد و برای آنهاست حورانی یعنی زنانی شهلا چشم مانندی مرواریدها در صدف پنهان کرده شده. این همه نعمت هایی که برایشان داده می شود مکافات عمل های نیک است که در دنیا می کردند. چه عمل های نیک است؟ ما و شما چون که من وعده کردم برای آنهایی که صبر دارند، برای آنهایی که می خواهند بدانند، در دوام برنامه انشاءالله شما می شنوید انشاءالله امروز. و امروز برنامه ما درباره بهشت و درباره دوزخ و میگذاریم به سوالی. میبینیم که او در پیشند و به سوالی دیگر میگذاریم. سلمان شادیبک جابیروف، رمیسه، موحد، عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای اول هستید مبارک باشد. خیلی خوب. سوال آخری قسمت اول. دوزخی و بهشتی با هم برابرند؟ سوال. برابری برادری، بعضیشان برابرند، به ما معلوم نیست. برابر نیستند، کدامش درست است؟ دوزخی و بهشتی با هم برابرند؟ سوال.
4 علیشیر عظیم جوابتان درست، علی عمر جوابتان درست، درویش تجه درست گفتید، ایدیما و دینایو درست گفتید. برابر نیستند و 18 نفر اکثریت جوابی درست گفتند، چون با آیات‌های قرآنی با آیات‌های قرآن کریم ثابت شده که برابر نیستند. بیایید اکنون سوره حشر را نگاه میکنیم. آیات 19 و 20 را چی گفته شده است در ترجمه منو؟ و همچون کسانی نباشد که الله را فراموش کردند، پس الله تعالی نیز آنان را دوچاری خود فراموشی ساخت، یعنی آنها بدکار و نافرمانند. در دوامش چنین آمده است: اهل دوزخ و اهل بهشت در مرتبه خود با هم برابر نیستند. اهل بهشت خود کامیاب شدگانند و از همه ناخوشی ها نجات یافتگانند. کی اهل بهشت؟ برابر نیستند دوزخی ها و بهشتی ها. بهشتی ها، جنتی ها نجات یافتگانند، ابدا نجات یافتگانند. و این بود جوابی درست. برابر نیستند دوزخی و بهشتی. پیدا کن ببینیم که ها به جای خوب رفتند و کی به پیش برآمد. خب مبارک باشد. موحد جای سیوم، جای دوم شادیبک جابیروف و جای اول نصیب سلمان گردید. مبارک باشد. شما را صمیمانه تبریک میکنم. آنهایی که جاهای خوب داشتند، عبدالرحمن و مریم نیز در جاهای اولین بودند. تبریک میکنم. یک بار دیگر تماشا میکنیم آنهایی که جاهای نمایان را سزاوار شدید و بعد از آن قسمتی 2 را آغاز میکنیم. موحد جای 3، شادیبک جابیروف جای 2 و جای اول نصیب سلمان. مبارک باشد. عبدالرحمن و مریم نیز. خیلی خوب. خیلی خوب. و من قسمتی 2 برنامه رو این لحظه آغاز میکنم. انشالله جا با جا میکنم و یک جای با شما میتوانیم که در قسمتی 2 برنامه باز اشتراک کنیم. و قسمتی 2 برنامه ما نیست مثل همین برنامه می شود و درباره بهشت و درباره دوزخ. واقعا وریانت ها، چنان وریانت ها رو ما انتخاب کردیم که قریب که همه می توانند جوابی درست گفته توانند، چون وریانت خطا معلوم است خودش. از این خاطر من امید دارم و باوری دارم که این لحظه شما می توانید به جایهای خوب برایید. ابونه شوید جایی به شبکه دانش و سنجش. ماشاءالله اینجا عبدالله نوشته کردند که جای 7. خیلی خوب. ماشاءالله. سلمان رو تبریک میکنیم که امروز جای اول رو سزاوار شدید. 491 57 97 مرحمت داخل شوید. روی اکران میبینید 491 57 97 داخل شوید. خیلی خوب. من نمیدونم که تا حال در شبکه قرآن دستور آمد انسان نیست افیر می رفته باشد، نمیدونم. به هر حال آنهایی که آنجا هستید به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید
تا که توانید در برنامه ما اشتراک کنید، چون بله من میبینم که قرآن دستورالعمل انسان نیست تا حال فعال است، اما ما در شبکه دانش و سنجش هستیم. از این خاطر آنهایی که در خب بله اینجا مدیریتور نوشته کردند به شبکه دانش و سنجش بیایید و در آنجا اشتراک کنید. خیلی خوب، من بالا میکنم. خیلی خوب، چون اکثریت از تماشابین ما عادت کردند در شبکه قرآن دستورالعمل انسان ما رو تماشا میکردند و در آنجا هستند. از این خاطر نمیدونند که شبکه الهیده، شبکه دانش و سنجش ما آماده کردیم برای آنهایی که میخواهند اشتراک کنند. مرحمت به خاطر به این شبکه آبونه شوید، به شبکه دانش و سنجش دستگیری کنید، به دیگران فرستید تا که دیگران نیز در برنامه ما توانند اشتراک کنند. واقعا چنانکه که ما گفتیم رسالت پیامبران را رسانیدن پیام است، رسانیدن سخنهای الله است و هر کسی که حتی یک آیت را میداند آن را به دیگران برساند و ما آن همین رسالت را این لحظه ها دوام داده ایستاده‌ایم، یعنی که تنها رسانیدن پیام، باقی هیچ چیز طلب نمی کنیم، یعنی که نه پول نه چیز دیگر. و الحمدلله افیرهای ما شما با خبر هستید، هم شبکه قرآن دستورالعمل انسان و دیگر شبکه های ما الحمدلله همون مانیتیزاسیون ندارد تا حال، چون الحمدلله یقین داریم که رزق را الله سبحانه و تعالی می دهد و آنهایی که ایمان آوردند آنها میفهمند، نوابسته از آن که مثلا رکلام در این یا آن شبکه میبراید، ما از آن وابسته نیستیم الحمدلله و تنها از الله سبحانه و تعالی امید میکنیم. رزق دهنده اللهی بزرگوار است. خوش آمدید. میبینم که 27 نفر شدن در قسمت دوی برنامه ما و یک چیز رو باز یادرس میشوم، چون برنامه ما هم برای کلان ها است و هم برای فرزندان شما تماشابینان عزیز. از این خاطر فرزندان رو نیز تفسیه کنید. خب من از این پیشتر گفته بودم که اگر فرزندان من نیز اشتراک میکنن در برنامه، گفته بودم که در 2 بازی اگر کسی که برد کرده شما صاحبی مکافات میشود و اگر شما این لحظه هستید من میبینم که داخل نشدند، یعنی من گفتم که در 2 برنامه، این حال میگویم که اگر در نهمینش نیز اشتراک کنید و برد کنید حتما صاحبی مکافات میشوید. یعنی این خطابی من برای فرزندان من که این لحظه شاید تماشا میکنند و بازی میکنند. یعنی شما نیست تماشابینان عزیز به نزدیکان خودتان یگان مکافات معین کنید از خودتان تا که آنها شوقمند شوند و در بازی اشتراک کنند. یعنی در بازی اشتراک کردن چند فایده دارد. یکیش آن که ما و شما با زبان ادبی تاجیکی صحبت میکنیم. اکثریت از ما و شما در روسیه هستیم و یا در اروپا هستیم و یا در امریکا هستیم، چون با زبانی همون منطقه‌ای که ما و شما هستیم بسیار صحبت میکنیم و در خانه نیست بعضا میشود که فرزندان به زبانی همون محلی که زندگی میکنند عادت کردند. از این خاطر ما 2 برد داریم، هم زبانی تاجیکی هم فراموش نمیشود انشاءالله و همچنین باز از آن چیزی که ما باید دانیم، باید عمل کنیم به آن، یعنی این دینی ما است و ما میگویم که ما مسلمان هستیم و آن پیامی که در قرآن کریم آمده است تنها درباره آن ما و شما صحبت داریم، از پیش خودمون چیز نمیگوییم. از این خاطر توصیه کنید تا که آنها نیز درآیند، آنها بازی کنند و من فکر میکنم که این برای ما و شما انشاءالله فایده خواهد بود، برای آینده نسل ما نیست. خوش آمدید و بیایید من آغاز میکنم، چون 27 نفر الکی وارد به برنامه ما شدند.
و در چت ما اگر خطا نکنم هر کسی که آبونه شده باشد نوشته میتواند، یعنی که غیر آنها، غیر از آبونچه ها دیگر کس نوشته نمیتواند. و به همین خاطر به شبکه دانش و سنجش حتما آبونه شوید و به دیگران نیز فرستید. باور کنید انشاءالله قسمت دوی برنامه ما نیز از عبارت از 7 سوال است و سوال ها به نهایت شوق آور است، به نهایت سوال های شوق آور است و همچنین سوال هایی که باید به ما و شما عبرت خواهد بود انشاءالله، چون درباره بهشت و درباره دوزخ با شما در این برنامه صحبت میکنیم و سوال ها آماده کردیم. خب من این لحظه با بعضی از یار و دوستانم نیز روان میکنم، چون گفتم که هر کس آن حدیثی که من یادداشت شدم برای شما انس رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی از شما مؤمن شمرده نمی شود تا آن که دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را که برای خودش دوست می دارد. از این خاطر ما دوست می داریم که برادران ما نیز در برنامه ما این لحظه اشتراک کنند. از این خاطر برایشان خواب روان میکنیم. خیلی خوب. و بعد از این انشاءالله آغاز میکنیم. ماشاءالله. و قسمتی دوی برنامه ما این لحظه ها پیشکش شما می شود. کسی که دین اسلام را انکار میکند کیست؟ از این وریانت هایی که شما در پایان میبینید، بدعتچی، خدمتچی، کافر و یا کامل، کدامش درست است؟ کسی که دین اسلام را انکار میکند یعنی رد میکند، آن همان کیست؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. بله 23 نفر جواب های درست گفتید. هر کسی که دین اسلام را انکار میکند، رد میکند، موافقی سخنان الله سبحانه و تعالی کافر شمرده می شود. سیفالدین غنیف جوابتان درست بود. علی شیرازیم درست بود. انتی منافق درست گفتید. ابوبکر حلیم جواب های درست گفتید. و کیا به پیش برآمدند؟ رمیسه، خدیجه، آسیه، آمینه و علی، آنهایی که در جاهای اول هستید تبریک میکنم. خیلی خوب. دلیلش را انشالله همه شما میدانید، بیایید باز گفته نمیگذاریم. هر کسی که حتی امر الله را، یک فرمانی الله را اجرا نکند، خود ما نگفتیم، یعنی هیچ کس را ما نمیگوییم که کافر، یعنی تکفیر نمی کنیم، اما سخنهای الله سبحانه و تعالی است و اینجا هیچ کس چیزی گفته نمیتواند. از این خاطر باز به بعضی سوال هایی که شما این لحظه در سرتان دارید ما در دوام برنامه جواب خواهیم گفت. سوال 2: آیا به کافران دوزخ وعده شده است؟ به بعضیشان قطعا وعده شده است. کافران هم آدم کو؟ به ما نامعلوم، کدامش درست است؟ آیا به کافران دوزخ وعده شده است؟ جواب های شما. و 30 ثانیه وقت داریم و همه جوابهای خودشان را نوشته میکنند. علی شیرازیم درست گفته، دنیا آخرت دیدی ما و دینه و جوابهای درست گفته. بله قطعا وعده شده است برای آنهایی که دین اسلام را رد میکند، انکار میکند، قطعا وعده شده است دوزخ، جهنم. و این جوابی درست است.
و من میخواستم برای شما همین را کوتاه خوانده گذارم. آیت ترجمه معنای سوره زمر آیت 71 و 72 دردناک است. واقعا حتی خواندنی همین گونه آیت دردناک است، چون ما و شما میدونیم که چقدر نزدیکانی ما، چقدر دوستانی ما آنها پوره ایمان نآوردند و هر یک از آنها امید میکنند که ابدی زندگی میکنند. بسیارشان را نظر کنید که خانه های به نهایت کلان و زیبایی میسازند و فکر میکنند که ابدا در آن خانه ها مقیم میمانند. میدانند که میمیرند، میدانند که یک روز نه یک روز میروند، اما باور ندارند که انا همان روز شاید نزدیکی باشد. بیایید ترجمه معنای همین آیت را از سوره زمر میخوانیم. کافران گروه گروه به سوی دوزخ رانده میشوند، همین که به آنجا میرسند درهایش گشاده میگردد و نگهبانش میگوید آیا پیامبرانی از میان خودی شما به سراغتان نآمدند که آیات پروردگارتان را برای شما میخواندند و درباره دیدار این روز هشدار میدادند، یعنی یادرس میشدند؟ آنان یعنی دوزخیان در پاسخ میگویند آره، ولی ما این کارشان کردیم، یعنی رد کردیم و فرمانی مجازات سزای کافران است. یعنی فرمانی همون درد دادن، عذاب دادن سزای کافران است. در دوام آیت چنین آمده است با آنان گفته می شود از درهای دوزخ وارد شوید و جاویدانه در آن عمر بسر برید و براستی جایگاهی متکبران چی بد جایگاهی است، آنهایی که کبر کردند. لا حول ولا قوة الا بالله. از این خاطر تماشابینان عزیز، هر لحظه ای که شما اگر یک ذره هم در دلتان ایمان باشد، چون آخر تمام شدنی است این دنیا، ابد نیست، یک روز نه یک روز می رویم. و امروز الحمدلله به زبانی که خودمان ما و شما می فهمیم ترجمه ها بسیار است. الحمدلله اکثر از ما و شما نمیدانستیم و الحمدلله امروز با واسطه همین ترجمه ها ما حق را از باطل جدا می کرده شدیم. اما چگونه قبول میکنیم؟ همان گوش هایی که از آن ما میشنود، همان چشمانی که ما میبینیم، زبان هایی که ما گپ میزنیم، آیا راست میگویند دروغ میگویند؟ آیا قبولش را کرده میتوانند گوش هایمان، چشمانمان دیده میتوانند آن چیزهایی که ما و شما امروز میبینیم و میخوانیم؟ الله هدایتمان کند و هرگاهی که این سخنها را میشنوید و به قرآن کریم حتی بسیاری کافران اعتقاد آوردند، یعنی باور کردند که این کتاب عادی نیست، این سخنهای الله است و هیچ کس مانندش را در یگان زمانه نوشته نتوانست، مانند یک آیت و یک آیتش را. تماشابینان عزیز، برای چی تفکر نمی کنیم؟ و بیایید میگذاریم به سوال دیگر و پیش از آن میبینیم که ها در جاهای اول هستند. رومیسا، خدیجه، محمد، مریم و موحد، آنهایی که در جاهای خوب هستید، من شما را تبریک میکنم. سوال 3. به مؤمنان پاکیزه چی گفته می شود؟ جاویدانه به بهشت درآیید، از بهشت برآیید
گشته به خانه‌تان بروید. چرا آمدید؟ کدامش درست است؟ به مؤمنان پاکیزه چی گفته می شود؟ موافقی سوره زمر آیتی 73، یعنی دوامی ان همین آیت هایی که ما و شما نوکک خوندیم. به مؤمنان پاکیزه چی گفته می شود؟ علی شیر عظیم جوابی درست گفته. دنیا و آخرت جوابتان درست. ایدیم ما آدینه و درست گفتید. علی عمر درست گفتید. و خب بله، جاویدانه به بهشت درآید. به مؤمنان پاکیزه گفته می شود جاویدانه به بهشت درآید. از این پیش ما درباره جهنم و بکی جهنم یعنی دوزخ بکی وعده شده بود گفته گذاشتیم و در دوام آیت باز خوشدار است برای مؤمنان پاک. با آنها گفته می شود جاویدانه به بهشت درآید. ترجمه معنا: و کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند، یا اینکه در ترجمه دیگر و آنهایی که از پروردگارشان ترسیدند و عمل به طاعت او کرده اند، گروه گروه به بهشت می برند. چون بهشت برسند درهایش گشاده شود و از سبب پاک بودن اثری گناهانشان در بانهای بهشت با مژده ها و خرسندی ها برایشان گویند: سلام بر شما، پاکیزه بودید، خوش باشید، پس جاویدانه به آن بهشت درآید. این سلام و این بهترین مقام برای مؤمنان است. یعنی ما خودمون انتخاب میکنیم به کجا میخواهیم و بین همین یک کوپرو که هست که ما و شما باید که از آن با درک درست گذاریم. خودمون برای خودمون انتخاب میکنیم به کجا میخواهیم. این سخنهای من این لحظه تنها برای مؤمنان است. آنهایی که ایمان آوردند شما میفهمید و هر کسی که ایمان ندارد برایشان افسانه بیش نیست، چون چشمانشان نمیبیند، گوشهایشان نمیشنود. و خب بیایید میبینیم که ها با پیش گذاشتند بعداً باز دوام میدهیم. ترجمه سوره زمر در شبکه قرآن دستور عملی انسان هست. میتوانید آنجا شما ترجمه معنا را به پورگی گوش کنید. به نهایت تاثیر بخش است. در جای اول رومیسا، خدیجه، شادی بیگ جابیروف، مریم و محمد، آنهایی که در جایهای نمایان هستند، و عبدالحکیم نیز به جایهای خوب برآمدید، مبارک باشد. و به سوالی 4 میگذاریم. وقتی که مؤمنان به بهشت می درآیند اولین سخنانشان چیست؟ وریانت ها: آته امکنی، واو، هورانم کجاست؟ و یا الحمدلله. کدامش درست است؟ وقتی که مؤمنان به بهشت می درآیند اولین سخنانشان چیست از آن وریانت هایی که شما در پایان می بینید؟ بله، قریب که همگی جوابهای درست گفتند. بله، الحمدلله میگویند هر نفری که به بهشت داخل می شود. این است آرزوی هر یک مؤمن، این است آرزوی هر یک از ما و شما. چون حتی خرد بودیم میگفتیم که این بیخبر بودیم از رسالت پیامبران، بیخبر بودیم از سخنهای الله سبحانه و تعالی. میگفتیم که نخواد که این دنیا تمام شدنی باشد، نخواد که
دنیا تمام شد، نخواد که ما وفات کنیم. یعنی این یک مفکوره کودکانه بود وقتی کودک بودیم. و امروز که یقین داریم و میدونیم و میبینیم که همسایه هایمان مردند و رفتند، دوستانمان مردند و رفتند، شناسایمان میمرند و ما شاهدی آن میشویم و ما شاهد میشویم که چگونه برده به خاک میسپارند. اما بعد از آن چیست؟ البته مؤمنان که یقین دارند میدانند که ما به دو گروه جدا میشویم، بهشتیان و دوزخیان. و هر کسی که عملی نیک کرده است انشاءالله جایگاهش بهشت است و هر گاهی که به بهشت می درآید الحمدلله می گفته است. بیایید میخوانیم الله سبحانه و تعالی چی گفته است در ترجمه معنا سوره زمر آیت 74. بهشتیان میگویند ستایش و سپاس مخصوص الله است، یعنی الحمدلله که وعده خویش را در مورد ما تحقق بخشید. یعنی در ترجمه دیگرش آمده است سپاس الله را که هر وعده که به زبان پیامبرانش به ما داد راست گردانید. آن سرزمین بهشت را به ما میراث داد و اکنون در هر جای بهشت که بخواهیم مکان میگیریم. پس چی نیکو است پاداش عمل کنندگانی که در طاعت پروردگار خویش سعی و کوشش نمودند. چه بهترین مکانی است بهشت که الله وعده کرده بود به واسطه پیامبرانش و ما شنیده بودیم. و امروز و آن روز آنجا که مؤمنان که داخل شدند و هر یک کس میگوید الحمدلله، راست بوده از وعده الله و راست بوده از گفته های پیامبران. ماشاءالله مبارک باشد و 24 نفر جوابهای درست گفتید. در جای اول رومیسا، خدیجه، مریم، شادیبک جابیرов و محمد و اسیه نیز سه زینه بالا بر آمدید. مبارک باشد. و خب اینجا برادر عبدالله برای ما نوشته کردند که فهمانید که جواب خطا باشد زیر نکنند. و این جواب اگر خطا ندانند زیر کنند با که انشاءالله که نیست، چون بعد از آن که زیر کردن آنها نمیخواهند و یعنی که نمیدانند. هر کسی که نمیداند انشاءالله بعد از برنامه میفهمد. اما الله داناتر است. در زیر کردن خطا یگان گناه نمی شود چون که نمی دانند و انشالله معلوماتش را ما بعد از برنامه شرحش را می گوییم انشالله. از این خاطر سخت گیری نکنیم. سوال 5. چگونه حکم بین مخلوقات کرده می شود؟ به پسر پرزیدنتان چه ریز می شود؟ دیگر داوری نیست، به عدالت داوری می شود. متکبران آزادی می بینند. چگونه حکم بین مخلوقات کرده می شود؟ موافق آیت 39 زمر، سوره زمر آیت 75. چگونه بین مخلوقات آن روز داوری کرده می شود؟ به عدالت. بله، جوابی درست، به عدالت داوری می شود. بیایید نگاه میکنیم چه آمده از آن روز. و به فکرم 20 ثانیه بود. ما شاید همه سوال رو درست نفهمیدن. به هر حال شرحش را این لحظه من میخونم. و ای پیامبر، فرشتگان را میبینی که گردی عرش الله حلقه زدند و به سپاس و ستایش پروردگارشان مشغولند، یعنی فرشتگان. میان آن بندگان به درستی داوری گردد و اصلا به آنها هیچ گونه ستمی نشود و در عوض عدالت و حکم الله از جانب همه هستی گفته می شود که به همه ستایش از آن الله است که پروردگار جهانیان است. از تفسیر سعدی.
یعنی حکم الله به عدالت می شود. هیچ کس پاره داده نمی تواند آن روز که در سودهای دنیوی یا اینکه در نهمان بعضی کارهای دنیوی با پاره کارها حل می شود، اما آن وقت، آن زمانی که فرا رسید، برای هیچ کس پاره فایده نمی آورد و عدالت می شود. عدالت حقیقی آن را من می دانم، خودم را، و شما خودتان را می دانید و هر یک کس خودش را می داند که در کجا خطا می کند، در کجا گناه می کند و آیا اصلاح می شود و توبه می کند. اما توبه کنندگان را توبهش را که توبه نصوح باشد، الله سبحانه و تعالی می بخشد انشاءالله، چون وعده های الله هست. از این خاطر هر لحظه ای که موافق است، هر لحظه ای که توبه کنیم و دیگر تکرار نکنیم گناهانمان را. و چنانه که گفتیم آن روز همه داوری به عدالت می شود. نمی گوید که فلانی پسری فلانی است، بیا چیرز کنیم امروز. افسوس. و خب کیا به پیش بر آمدند؟ رمیسه، خدیجه، مریم، شادیبیک جابیروف، محمد و عبدالحکیم، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. مبارک باشد. خیلی خوب. سوال 6. با سلامت به بهشت درآیید، این است روز جاودانگی. به کی گفته می شود؟ با سلامت به بهشت درآیید، به کی گفته می شود؟ به کی برکنندگان، به آنهایی که توبه کنان از الله می ترسند، به فالبینان، به منافقانی که بعضا نماز می خوانند. به کی گفته می شود؟ با سلامت به بهشت مرحمت درآیید، این است روز جاودانگی. و 24 نفر جوابهای درست گفتند. بله، به آنهایی که توبه کنان از الله می ترسند. موافق سوره کف، سوره رقم 50 آیه 33 و 34. و من میبینم که اکثریت در چت جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. اینک دیده میگذاریم در ترجمه معنا چنین آمده است: همان کسی که در پنهانی از الله مهربان بترسید و با دل توبه‌کار پیش آید، برای این مؤمنان گویند به سلامت داخل بهشت شوید، این روز جاودانی است. اینقدر مشکل نبوده است. از این خاطر اکثر از ما و شما و اکثر از دوستان ما و شما و گاهی می شود که نزدیکان ما و شما می گویند که اینقدر مشکل است و اینقدر یعنی اطاعت کردن به دین اسلام مشکل است. نه، مشکل نیست، به نهایت آسان است برای آنهایی که می فهمند. و انشالله آن همین را پرتر میکنیم انشالله چگونه آسان است و در آمدن به آن همان بهشتی وعده شده الله سبحانه و تعالی و بهشتی که پیامبران برای ما درباره‌اش نقل کردند، پند دادند. آسان است انشالله و بیایید در دوامی آن همین برنامه ما و شما میفهمیم چگونه میتوانیم داخل شویم. رمیسه، خدیجه، مریم، محمد و عبدالله نیز به جایهای نمایان برآمدید. مبارک باشد. مبارک باشد. و سوالی 7 یک کمی سوالی خوبم هست. آیا میخواهید صفتهای بهشتیان را در مدتی 3 دقیقه بشنوید از قرآن؟
جواب شما با جان و دل بله میخواهم، لازم نیست، وقت ندارم. آیا میخواهید صفتهای جنتیان را در مدت 3 دقیقه بشنوید؟ میبینم که چند نفر میخواهند. علیشیر عظیم میخواهند، فاضل جان، بای مرادوف میخواهند، ایدی مادی نوه میخواهند، آمینه سفر و علی عمر میخواهند. انشاءالله. یک نفر تنها نمیخواست، از باقی مانده آنهایی که در برنامه ما اشتراک کردند همه میخواهند. بیایید در مدتی تقریبا 3 دقیقه از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن و سوره المعارج گفته میگذاریم. الله پاک است و ببینید چگونه آسان است. عملهایی که به بهشت میبرند و صفتی بهشتیان اینجا گفته شده است و من این قسم را برای شما عیناً از ترجمه معنا ذکر خوانده میگذارم. غیر از نمازگزارانی در آیت 22 آمده است و در دوامش آمده است که نمازشان را در همه حالت میخوانند و یگان چیز آنها را از نماز مشغول نمیسازد و آنان که در اموالشان حق است معین، یعنی زکات در نظر داشته شده است، دوامش برای پرسنده و یعنی گدایان و آن که از قناعتمندی نمی پرسد و کسانی که روز قیامت را تصدیق میکنند، یعنی باور میکنند، پس به عملهای صالح برای آن روز تیاری میبینند، با عملهای نیکشان تیاری میبینند به قیامت. و کسانی که از عذاب پروردگارشان ترسانند، یعنی از عذابش میترسند که هر آینه از عذاب پروردگارشان در امان نتوانند بود، آنهایی که گناه میکنند. و کسانی که شرمگاه خود را از تمام آن چیزهایی که حرام است نگاه میدارند، مگر برای همسرانشان یا کنیزانشان که در این حال البته ملامتی بر آنها نیست، یعنی غیر از همسران و کنیزان دیگر با کسی یا شرمگاه خود را به دیگران نشان نمیدهند. دوامش پس کسی که برای قضای شهوت خود از غیر همسران و کنیزان خود طلب کند، پس آنها از حد گذشتگانند، یعنی گناهگارانند. و کسانی که امانت‌های الله و بندگان و عهدهای به الله و بندگان را رعایت می‌کنند و کسانی که شهادت خود را به حق به تغییر و پوشش ادا می‌کنند و کسانی که نمازهایشان را در وقتش و یگان واجبی را از آن ترک نمی کنند. اینهایی که چنین صفتهای بزرگی را دارند جای داده شدند در بهشت‌های گرامی، مکرم و معزز. یا اینکه در ترجمه دیگر آمده است اینها در باغ‌های بهشت گرامی می شوند. یعنی ما در مدت چند لحظه کوتاه توانستیم صفتهای بهشتیان را برای شما از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن رسانیم و الحمدلله توانستیم در مدت خیلی کوتاه آن صفتهای مؤمنان بهشتی را برای شما رسانیم. نخواد که همین صفت را ما و شما نداشته باشیم و چنانی که شما نوکک شنیدید از ترجمه معنا خیلی عادی و آسان بوده است. نخواد که همین کارها انجام داده نتوانیم، چنانی که نوکک شما گوش کردید و انشالله هر کسی از شما اگر خواسته باشید میتوانید بعد از این برنامه، ثبت برنامه است، دوباره همین صفت ها را گوش کنید. در واقع عادی و آسان است و هر یک کس قادر است و هر یک کس میتواند این عمل ها را اجرا کند تا که بهشت برایش نصیب گردد. الله تعالی
هر یک از ما و شما را پاداش نیک دهد و الله تعالی کند که هر یک از شما و نزدیکانتان مسلمان مؤمن باشد و بهشت را نصیب گرداند الله تعالی برای هر یک از شما، هر یک از ما و شما. امین. و چنانه که پیشتر بارها برای ما گفتند که فقط درباره وزنینی ها، درباره مشکلی ها، درباره عذاب دوزخ و چون درباره دوزخ و درباره صفات های دوزخ و جهنم در یوتیوب و همچنین در دیگر شبکه های اجتماعی به نهایت بسیار است، اما برابری آنچه قدری که درباره جهنم گفته شده است الله سبحانه و تعالی درباره بهشت نیز وعده های زیاد کرده است و ما و شما این لحظه انا همون اکثریتش را دیده گذاشتیم، یعنی خطا کردم، اکثریت نه، کمترینش را دیده گذاشتیم و مثل این گفته هایی که در بازی ما و شما جای دادیم و این لحظه ما خواندیم و شما شنیدید، این یک قطره از آن بحری که ما داریم. آن بحر کتاب قرآن ما است که در آنجا همش ذکر شده است و بار دیگر دعا میکنیم که الله هدایت کند ما و نزدیکان و آنهایی که ما دوست می‌داریم آنها را، تا که توانیم با هم ابداً در بهشتی وعده کرده یا الله و رسولان الله وعده کرده در آن بهشت باشیم. دستگیری کنید شبکه نوی ما رو، شبکه دانش و سنجش رو به دیگران فرستید و ما انشالله باز روزهای نزدیک برنامه آماده میکنیم و یک جای با شما میشیم. خب بیایید در نهایت اکنون میبینیم که او به جای اول بر آمدند، چون قسمت خوبی برنامه ما نوکک آمده رسید. جای سیوم خدیجه مبارک باشد، جای دو نصیبی مریم گردید و جای اول نصیبی رومیسه مبارک باشد و عبدالحکیم و اسماعیل نیز در جاهای نمایان بودید. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. یک بار دیگر تماشا میکنیم. خدیجه جای سیوم مریم و همچنین جای اول نصیبی رومیسه و عبدالحکیم و اسماعیل نیز در جاهای نمایان بودید. یک بار دیگر تبریک میکنم همه شما را و تماشابینان عزیز. این لحظه با شما خیر و خوش میکنم تا بخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشید، هم دیگرتان را احتیاط کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. در سوره جین در مکه نازل شده است و از 28 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای پیامبر
الله تعالی به من وحی کرده است که گروه از جین همانا گوش فرا دادند. هنگامی که من تلاوت قرآن می کردم